یک جبری که در نسبت خیام کردگی هستیم، همین ما و شما خیام رو همچه شاعر، همچه ربایی سرا میخونیم و توصیف میگه خیام ربایی سرای بزرگ. اگر خیام امیر فهمد میرنجد از ما، چون که خیام پیش از همه متماتیک، ستاره شناس، کیهان شناس، پدری وقت، پدری کلندر، پدری نوروزنامه. اما میگم خیام ربایی خوب گفته است، در وقت بیکاریش ربایی‌هاش گفته است. از همین رو ما خیام رو از همین کتاب ادبیات گرفته در همین صحیفه یکم کتاب متماتیک باید مانیم که بچه توجیه همه احساس کنه که متماتیک رو از نیوتون و از بیرون نگرفته است، از لومونوسوف نگرفته است. متماتیک علم ملی توجیکان است که او را خوارزمی، بیرونی، خیام متماتیک کردند. بنابراین اگر در همین صحیفه اول کتاب متماتیک صورت خیام باشد، این هم درست است، هم از نظر خودشناسی ملی ما می‌دانیم که ما فقط شاعر نداشتیم، ما بزرگترین علمای فنای دقیق داشتیم. خب فردا روز 20 مارس ساعت 8:06 سال نوی اجدادی ما وارد می شود. این ساعت 8:06 و چرا من از ذکر ساعت و دقیقه و ثانیه آغاز کردم؟ به این معنی که نوروز یک جشن و یک گپی خیلی هوایی و خالی و بی‌پایه نیست، بلکه نوروز مهمترین فرق نوروز از تمام سالهای نوی که ما در بشر داریم محض در همین است که نوروز یک حادثه واقعی طبیعی است. همه خلقها سال نو دارند، سال شماری دارند، تقویم دارند، گاه شمار دارند، ولی این گاه شمارها گاه سیاسی هستند، گاه ایدئولوژی هستند، گاه دینی هستند، گاه مذهبی هستند، گاه خرافاتی هستند. ولی نوروز علم است، طبیعت است و یک گپی بسیار دقیق است. مثلا ما میگیم سال نو مسیحی 1 ژانویه فرا میرسد، سال میلادی. همین 1 ژانویه در طبیعت یگان حادثه رخ نمیدهد، خیلی که همون شب و روز میشد رفتار میگیرد، فقط او وابسته به تولد پیغمبر مسیحی ها حضرت عیسی گرفته شده است که سال نو، یا اینا در کشورهای مسلمان نشین میگیم سال هجری، اینا سال نو هجری سر شد. او از این میگیره که پیغمبر از یک شهر، از شهر مکه به مدینه هجرت کرد، او را آغاز گرفته است. یا اینا عربا تا آمدن اسلام یک سال شماری داشتن، سال فیل، از سالی که ابرهه با فیلها به مکه هجوم کرده بود و او حادثه فیل رخ داده بود، از همون سال حساب میکنن چه حادثه شد، میفتن همون سال فیل، 1 سال بعد فیل، 2 سال بعد فیل، همه کلندر سال فیل بود. این کشور همسایه ما ترکمنستان یک وقت یادتون باشد یک کلندر ترکمنباشی داشت، ینور به نام مادرش، فوریه به نام اپش، مارد به نام خواهرش، تمام 12 ماه از همین تولد مادر ترکمنباشی آغاز کردن. چند سال همین کلندر کار میکرد، ولی دیگریش اومد داره بیکار کرد. یعنی که تقویم‌های سیاسی، ایدئولوژی، شرطی، خرافاتی زیاد است، ولی نوروز سال نو اجدادی ما مهمترین خصوصیتش همین است که این در اساس حساب دقیق گردش سیاره ها و ستاره ها و زمین
لحظه دقیقی آغاز دور نوی گردش سال رو معین کرده، امر نوروز نام داشته است. بنابراین بیرونی میگوید که همه چیز اگر تغییر شود در جهان، همین روز نوروز تغییر نمی‌یابد، چون که به دست ما و شما نیست که این سیاست نیست، این ایدئولوژی نیست، این دین نیست، این یگان خرافات نیست، این خودی گردش طبیعت است. نوروز همون وقت قطع میشه که همین زمین رو از گردش یا خورشید رو از گردش باز مونیم. تو وقتی که زمین و خورشید در گردش است، نوروز میشود، نو بس از خواهش ما. پس این بزرگی نوروز است که این سالی نوی طبیعی است. در همین روز نوروز چکار می شود؟ یعنی که همون لحظه می شود که یک دوری کامل زمین انجام می شود و دوری نو می شود و از همون لحظه روز بر شب غلبه می کند و لحظه های روز دراز شدن می گیرند. یعنی پیروزی روز بر شب، پیروزی روشنی بر تاریکی، پیروزی حیات بر مرگ، پیروزی گرمی بر سردی. انا برای همین نوروز یک آغازی نو، یک گردش نو است و اگر امی رو به خودمون بیاریم، نوروز در طبیعت شد، در آسمان شد، در خورشید شد، در زمین شد، در ما و شما چی؟ آیا ما و شما هم چه انسان احساس میکنیم که نمی روز یک تغییر شد، لباس هم دیگر شد، روحیه هم دیگر شد، حس هم دیگر شد، احساس هم دیگر شد. بنابراین مولانا در مثنوی گفته بود که جان پذیرفت و خرد اجزای کوه تو دیگر شد، محکم از کوه ماخره گروه. ای مردم، ما مگر از کوه از زمین کمتریم که زمین سبز شده دمیده است، کوه پر از گل شده است، دشت پر از گل شده است، ما مثل سنگی به حس استیم. نه، انا وقتی که احساس کنیم که من هم همچون ارگانیسم زنده همین روز یک دیگرگونی حس میکنم، انا وقت ما نوروز رو همچون بخش از حیات خود احساس میکنیم. خب این درباره بزرگی نوروز. اکنون همین دقتی که نوروز دارد برای ما چی پیام دارد؟ یکم این که پس گفتیم که نوروز ایدئولوژی نیست، نوروز علم است، طبیعت شناسی است و ماهیت علمی دارد. بنابراین من همین سالی نوی که ما از روی میلادی قید میکنیم 4 بار تغییر شده است. اول همین 20 مارت بود، بعد قرار امپراتور شد که از 1 سپتامبر شود، با قرار پیوتر یک همین سال نو از 1 سپتامبر به 1 ینور گذرانده شد. با کلیسای مسیحی پروسلاوی روس این قرار اعتراف نکرده، طبق همین حساب کلیسا 13 ینور جشن میگیره، ستاری نوی گود میگه. پس این 4 تا سال نو است در همین کلندر میلادی. پس معناش این است که این یک همین چیزی شرطی است، میشه با فرمانی پرزیدنت از 1 ینور به 1 فوریه گذرانش، فرق نداره. اما نوروز رو خیلی که بیرونی گفت، یگان کس تغییر دادن نمیتواند، چون که او خودی گردشی زمین و آسمان است. از زمین رو این یکم بزرگیش است. دوم این که همین نوروز را شناختن، هنوز 6000 سال پیش گردش زمین رو شناختن، گردش خورشید رو شناختن، لحظه برابر شدن شب و روز رو معین کردن، این معجزه و بزرگی نیاگان ماست. یعنی بشر حیران است که چگونه این قوم آریایی 5000 سال پیش 6000 سال پیش حساب کرده است که چی برج ها هست، چی ماه ها هست، چی گردش هست و در کدام لحظه. این نوروزی که ما در قدیم الایام داشتیم حوضی با اسطورلاب ها
حساب میکنن همگی 11 ثانیه فرق داشته است. یعنی اینقدر تمدنی علم بنیاد جهانبینی علمی، ولی ما خیال میکنیم که ما همیشه همین شعر و سرود و ترانه و احساسات و گل و بلبل و شمع و پروانه بودیم. نه، بنیاد تمدن ما علمی است. بنیاد تمدن ما طبیعت شناسی است، ریاضی است، ستاره شناسی است، کیهان شناسی است. وگرنه با گل و بلبل ما نوروز حساب کرده نمیتونستیم. علم حساب کرده است. از همین نظر خودی داشتن نوروز نشانه این است که ما یک ملت با تمدنی عقلانی و بستانی هستیم. ما در این باره میگیم. و اگر کمی به همین زمین فرویم، نیاگان ما طبیعت رو اینقدر دقیق میشناختن که هر روز رو، هر ساعت رو، هر لحظه آن رو کشف کرده بودن. این همین مقاله دیروزی استاد است که ما پیشتر خیلی یکمی مارد، دومی مارد، سومی مارد نمیگفتیم. هر روز نام داشت. همین 30 روز 30 نام داشت و مردم میدونستن. یعنی هر فصل نام داشت، هر هفته نام داشت و خصوصیت های خودش داشت. یعنی نیاگان ما طبیعت رو بسیار بسیار خوب میشناختند و حتی همین گپای شعرهایی داشتن که خوش بینه همین نظم ما در تقویم است. گفته که ابتدای حمل ز نوروز است، یادگیرش که 31 روز است. این شعر نیست، بینه این یک نوع کلندر است. علم است، میگه ابتدای حمل ز نوروز است، یادگیرش که 31 روز است. همه ماه ها را، همه هفته ها را، همه روزها را با شعر، با نظم، با سخن کودکان میدونستند. و حتی من همین تحقیقات نشون میده که این سوزنی هایی که در دیوارها داریم، کشیده دوزی هایی که در بینید، میگیم این افتاب، این ماه، این ستاره ها در گردش، این در اصل خریطه کیهان است و در دیوارها آویخته میشد. یعنی مردم ما کیهان، کائنات رو، گردش سیاره و ستاره ها رو به همین شکل بدیعی میکشیدند. یعنی هر خانومی که همین معلمه در هر سر کتفش یک افتاب و یک ماهتاب بازی داره با چکن. یعنی اینا در همین وجود خود کائنات رو افاده میکردن، ولی حاضر ما گاهی را نفهمیده. من همین در تلویزیون دیدم، ولی نام شبکهش نگم اینجا نباشد، حافظا خوانده استادن همین سوزنی شکن بانر کرده است در زمین، در بالاش سرود خوانده استادن پاک گفته. این یعنی که نمیفهمد این چی است. این برای فرش نیست، این برای دیوار بود. این خریطه مقدس کیهان، خریطه کائنات. ماه و ستاره ها را زیر پا نمی کنند، بلکه را در او جا کشف میکنند، همچون آرایش، همچون دانش. بنابراین حتی این باباهای ما تو همین زمان همین علم ها رسیده بود. همین زمان چه تقسیم میکنن؟ چیله کلان، چیله خورد، 18 بسکوش، 12 کپکی رو، همین خیلی گفته هر یک مرحله رو میدونسته که اونجا چی میشد. مثلا باباهاتون خورسته در همین 18 بسکوش چی میشد، در 12 کپکی رو چی میشد. یعنی شناخت طبیعت بسیار دقیق بود در ما و حتی در منطقه های ما حاضرم بسیار علمای دقیق است. مثلا من نوعی درواز بودم، با چند مسافر صحبت کردم، با هم یک درخت انجیر تمام طبیعت و تمام سال حساب میکند. مثال بگه که اگر همین انجیر مخچه کرد، آهو در کوه بچه میکنه همین وقت. اگر همین انجیر برگوش شده شد، مثلا کوک میبیون. اگر انجیر سایش شد، نماز پیشین میشه. اگر سایش شد، نماز دیگر میشه. اگر پوستش رخت، سال بدبخت میشه. اگر زرد شد، ایخه میشه. سرخ شد، ایخه. یعنی در یک درخت انجیر کلندر داره، وقت داره، حساب داره. انا این شناخت نیاگان ما از طبیعت. یا که اونجا در وخان اگر روید، همین صوفی مبارک قدمی وخانی موزهش اسازی،
همین مرد توجیک در کوهستانی دورترین در واخون اشکوشیم همین کوه دا حساب کرده است که اگر نور خورشید در این قله رسه اول فروردین میشه، اگر نور خورشید در این قله بیاید این نوروز سر میشه. یعنی با همین قله های کوه واخون تمام سال حساب کرده است. آن همین گونه نیاگانی ما با طبیعت پیوست بدن و این خیلی مهم است. و گفتیم که ما منبعای خوب داریم که ما از کجای گپای میگوییم. یکی همین خودی فرهنگ مردم، دیگر اینکه آثاری بزرگی مثل شاهنامه فردوسی، مثل آثار البقیه ابو ریحان بیرونی، مثل نوروزنامه عمر خیام، مثل تاریخ طبری، جای ما داریم که اینا نوشته شدن. خصوصا همین آثار بیرونی بسیار دقیق هم به عربی هم به توجیکی تمامی خصوصیت‌های جشن رو نوشته است. و در آخری همین بخش وقت یک چیزی دیگر ذکر کنیم که مثلا در تقویم عمر خیام که با نام تقویم جلالی مشهور است، ما میبینیم که ما وقت را نه تنها در سطح روایت و تجربه بلکه در سطح علم میشناختیم. همین عمر خیام در مدت 2 سال با 80 نفر ستاره شناس در رصدخانه اصفهان در دوره سلجوقیان همین کلندر امروز را کار کرده است. همین تقویمی که امروز استفاده میکنه تمام جهان، اینا مشبه تقویم جلالی، این اختراع مردم ماست که خیام بزرگترین خدمتش همین بود که همون حالتی تغییر یابندگی تقویم رو آورده به حالت استوار تبدیل کرد که یعنی هر سال همین لحظه آمده نوروز رو معین کرد. و ما یک جبری که در نسبت خیام کردگی هستیم، همین ما و شما خیام رو همچه شاعر همچه ربایی سرا میخونیم و توصیف میگه خیام ربایی سرای بزرگ. اگر خیام امیر فهمد میرنجد از ما، چون که خیام پیش از همه متماتیک، ستاره شناس، کیهان شناس، پدری وقت، پدری کلندر، پدری نوروزنامه. اما میگیم خیام ربایی خوب گفته است، در وقت بیکاریش ربایی‌هاش گفته است. از همین رو من پیشنهادم این است که ما خیام رو از همین کتاب ادبیات گرفته در همین صحیفه یکم کتاب متماتیک باید مانیم که بچه توجیه همه احساس کنه که متماتیک رو از نیوتون و از بیرون نگرفته است، از لومونوسوف نگرفته است. متماتیک علم ملی توجیکان است که او را خوارزمی بیرونی خیام متماتیک کردن. بنابراین اگر در همین صحیفه اول کتاب متماتیک به جای صورت لومونوسوف اگر صورت خیام باشد، این هم درست است، هم از نظر خودشناسی ملی ما می‌دانیم که ما فقط شاعر نداشتیم، ما بزرگترین علمای فنای دقیق داشتیم. خب حالا چرا نوروز برای ما مهم است؟ چون که ما در همین زیر نام نوروز، زیر جشن نوروز تمام عنصرهای ملی ما را حفظ میکنیم. لباس زیبای ما رو نوروز حفظ کرده است. این ببینید اگر همین نوروز نمی بود ما نمیفهمیدیم که همین خانم‌ها این خیلی لباسای زیبا داشتن. همین نوروز این را حفظ میکنن، با سال دیگه برای فرزندش با میره میدوزد. یعنی نوروز خود لباس حفظ کرده است، طعام‌های ما را حفظ کرده است، خوراک‌های ما را حفظ کرده است، سرودهای ما را حفظ کرده است، آهنگ‌های ما را حفظ کرده است، یعنی هنر ما را. و نوروز همون فرهنگ و تاریخ ما را حفظ کرده است. بنابراین ما با احیا کردن نوروز مجموعه نوع فرهنگ و تمدن خود را احیا میکنیم. این یک. دوم اینکه نوروزی که در تاجیکستان دایر می شود با تمام همون نشان دهنده های نوروزی باستانی مطابق گردانده شده است. شما بینید چرا پرزیدنت در آستانه نوروز با ضیاییان ملاقات میکنند؟ این هم خیلی یک گپ سیاسی نیست، این گپ تمدنی است. زیرا در همه نوروزنامه آمده است که در یکی از روزهای نوروز
پادشاه اهل زیا و فرهنگ را قبول میکرد و با اونو صحبت میکرد. همین ملاقات پرزیدنت با زیاییان که هر سال دایر میشه، این سال نهمی مرد دایر شد، همین یک سنتی باستانی تاجیکی نوروزی است. و چیزی که ما با افتخار میتونیم بگوییم که تمام عالمی نوروز، تمام کشورهای فارسی زبان و نوروزستان امروز به نوروز تاجیکستان با هوس نگاه میکنن. و ما همین کمیته سیاحی همیشه میگه که توریسم نوروزی داریم. این همین نوروز که شد، باز بیده در همین کوچه های قدر فارسی زبانی ایرانی و افغانستانی و از همین تمام اروپا و همه کشورها آمدن. اینا نوروز بینی آمدن. همین حاضر در اتفاق نویسندگان چند نفر همزبانان ما از لندن و پاریس و از تهران سخنرانی کردن، گفتن که ما دیگر جای نداریم که اونجا نوروز دولتی باشد. ما جای نداریم که اونجا نوروز حکومت کند، نوروز رسمی باشد. در افغانستان ممنوع، طالبان آمدن نوروز منع کردن، حتی تبریک کردنش منع کردن. در ایران یک دولتی نوروزی است، ولی چون نظام دینی است نوروز در این شکل جشن گرفته نمیشه. در کشورهای خارج اونا که همچون جشن بیگانه میبینن، ولی تاجیکستان تنها جایی است که نوروز رسمیت دارد، در سطح دولتی جشن گرفته میشد، سیاست دولتی است، جشن ملی است. از همین رهبر دولت تو هر شهروند، هر خواننده مکتب، هر خواننده تربیت گیرنده باغچه کودکان نوروزی دارد. برای همین فارسی زبانای جهان اینجا برای دیدن نوروز میبیان. از همین نظر همون سرود تاجیکستان وطن نوروز است. این فقط سرود نیست، این یک بیان حقیقت امروز است. خب